به نظر خود آلمان برای زندگی بهتره یا آمریکا؟ چقدر حالا خرج سفر شده با پرواز هتل همه چیز؟ راحت ترین کار واسه گرفتن گرین کارت آمریکا چرایه؟ دوستان گلم سلام، امیدوارم کارتون حسابی خوب باشه. سفر امریکا بالاخره تموم شد، البته کانادا هم تموم شد. نمیدونم شما دارین سفر کانادا رو نگاه میکنین یا نه. من برگشتم آلمان و دیگه الان آماده هستم که به سوالای زیاد شما در مورد سفر امریکا جواب بدم و یه مقایسه هم در آخر داشته باشیم بین آلمان و امریکا که کدومشون واسه زندگی بهتره. با من همراه باشید. خب این سراغ سوالی که پرسیدین به ترتیب. اول نفر که گفت اصلا سوالی ندارم. دمت گرم. کدوم قسمت امریکا واسط بیشتر جذاب بود؟ ببین کلا طبیعتش و اون وسعتش، یعنی آمریکا با اینکه میگن کشور پهناوریه ولی آدم تا نره باور نمیکنه. وقتی جاده‌ها که رانندگی می‌کنی می‌بینی اونور تا چش کار میکنه، کوه هست و دشت و بیابون و اینا، واقعا حیرت انگیزه. طبیعتش خیلی خوب. به نظرم خیلی با طبیعتش حال کردم. چیزی که کمتر کسی در موردش بیشتر صحبت میکنه، بیشتر در مورد مردم صحبت میکنن، شهرها و اینا، ولی واقعا طبیعتش عالی بود. میگن قوانین راهنمایی خیلی سختگیر است، درسته؟ اتفاقا نه، برعکس. در کل که رانندگی اونجا از آلمان خیلی بدتره به نظر من و خیلی آدما قانون رو زیاد رعایت نمیکنن. بعد اگه بخوایم مقایسه الان ریز داشته باشن بین آلمان و آمریکا، اینجا خب تو آلمان تو راحتی محدودیت سرعت نداری، راحت گازشو میگیری، مثلا تو اتوبان هر چقدر بخوای میری دیگه، 200 تا 300 تا فرق نمیکنه. ولی خب تو امریکا یه بدی که داشتین که فقط میتونستی کم 110 تا 120 کیلومتر دارم میگم رانندگی کنی، ولی در کل رانندگیشون یه ذره بدتر بود، کمتر قانونا رو رعایت میکردن، ولی خب بیشتر از سمت خارجیای امریکا، یعنی خود امریکایی خیلی بهتر رانندگی میکنن. ولی مثلا چینیا، آمریکای جنوبی و بعضی از خود ایرانی هم همینطور ایزت رانندگی زیاد جالب نبودن، ولی اینجا حداقل ایرانی آلمان هم خیلی بهتر رانندگی میکنن به نظر من. قوانین سختگیرانه یه ذره هستش از این لحاظ که خیلی جریمه اونجا بیشتره، تو اگه سرعت بیشتر بری خیلی به نسبت آلمان بیشتر جریمه میشی و اینکه ممکنه تا گواهینامه‌ات هم واسه یه ذره سرعت بیشتر بگیرن و یه ذره این داستانا داره. پلیس مخفی تو خیابون هستش که مثلا اگه تو سرعت رفتی یهو مثلا بگیرن خفتت کنن، این داستانا. خف که میگم منظورم اینه که بگیرن جریمت کنن دیگه. می‌خواستم بدونم شما که اقامت آلمان رو دارید، الانم آمریکا هستین، میتونید برای اقامت دوم اقدام کنید؟ آره دیگه، چرا که نه. حالا با توجه به اون شرایطی که شما داری، علاوه سرمایه‌گذاریه یا ازدواج، نمیدونم، یا به طرق مختلف شما میتونید درخواست گرین کارت بدین و کلا اقامت اونور داشته باشید. سوال بعدی خیلی جالبه. زن پیدا کردی؟ انگار مثلا من رفتم تو امریکا دنبال زن، اینجوری تو بیابون میگشتم دنبال زن تو آریزونا. چه سوالی آخه؟ نه هنوز پیدا نکردم. چرا تنهایی؟ یه دوست دختر اختیار نمی‌کنی؟ سینگلی خوش میگذره؟ دیگه ببخشید فرصت نشه دوست دختر اختیار کنم دیگه. ان شاءالله در دفعات بعدی ببینیم چی پیش میاد. فعلا راحت همینجوری با این شرایط سفری که دارم میرم، مثلا فکر کن 4 ماه نبودم کلا دیگه، سخت یه تو این شرایط دوست دختر داشتن. آرش وقتی که نیویورک رفتی چرا واشنگتن دی سی نرفتی؟ میتونستی کاخ سفید ببینی. ببین خیلی جا هستش که هنوز من ندیدم و این سفرم سفر آخرم که نبوده. اگه تو کلشو بخوای بری ولاگ بگیری یه 5 6 سالی بعد کلا وقت بذاری حداقل. واسه همین دیگه من گلچین کردم و با توجه به اون شرایطی که پیش اومد اون ایالتایی که رفتم انتخاب کردم و خیلی هم خوش گذشت. امیدوارم که شما که ولاگار نگاه کردین بهتون خوش گذشته باشه. زیباترین جایی که رفتی، ببین از لحاظ آب و هوایی و طبیعت و اینا، کالیفرنیا خیلی قشنگه. تو کل امریکا اصلا زبون زد خاص و عامه، آدم اونجا خیلی احساس خوبی داره. ولی خب از طرف دیگه آریزونا هم که بودم خیلی اون سفری که رفتیم خوش گذشت. الان ولاگش پلیس هم داره پخش میشه و دقیقاً آریزونا هم هستش. اونجا هم خیلی خوش گذشت، ولی خب اونجا واسه زندگی زیاد به نظرم جالب نیست از لحاظ آب و هوایی. حتی تگزاس هم همینطور خیلی گرمه. مثل اینه که مثلا بری جنوب ایران گرمترین قسمت‌های زندگی کنی، خب سخت‌تره به نسبت یه جای خوش آب و هوا. آریزونا گرمتر از ال ای هست یا همون لس آنجلس. آره خیلی. خودت به سر نزده بیای آمریکا زندگی کنی؟ راستش خیلی وقت قبل از اینکه سفرم برم به سرم زده بود که این کارو بکنم و شاید در آینده این کارو کردم، کی میدونه. به نظر خودت آلمان برای زندگی بهتره یا آمریکا؟ این خیلی سوال بزرگی، میذارم آخر جواب میدم که طولانی نشه. از ایران چطور میشه ویزای توریستی گرفت؟ راستش من ایران نمیتونم زیاد دقیق بگم، ولی خب شرایط از ایران خیلی سخت داره. هرچند من قبلا هم شنیدم که مثلا کسایی که دفاتر هواپیمایی رفتن تونستن ویزا بگیرن، ولی خب خیلی شانسیه و خیلی بعد علاوه مالی و اینکه تمکن مالی و این داستانا خیلی قوی باشی، ولی احتمالش فکر می‌کنم خیلی کمه. ولی در اصل کارم نشد نداره. کارات عالی آرش جان، فقط لطفاً بگو چه تاریخی رفتی آمریکا و کی برگشتی. در ضمن لطفاً اول ویدیوها تاریخ بگو. اتفاقا اگه نگاه کرده باشین تمام ولاگایی که تو آمریکا گرفتم، اون چند ثانیه اولش که اینترو است و آنچه خواهی دیده، بعدش تاریخش رو زدم، میتونی اونجا ببینی. و اینکه کی رفتم کی برگشتم راستش بخوام دقیقاً نمیدونم، ولی دقیقاً تایمی که من تو آمریکا بودم 3 ماه و 10 روز بودش و بقیه‌اش هم تو کانادا بودم. یعنی در مجموع این سفر
سفر کلا آمریکای شمالی من 4 ماه طول کشید. طولانی‌ترین سفری که تا حالا داشتم. فقیر یا دزد در آمریکا زیاد بود یا نه؟ ببین بستگی داره، هر شهری نسبت به شهر دیگه متفاوته. بازم همون شهرها هم هر کدوم محلاش با محل فرق میکنه. مثلا تو لس آنجلسی که زیادتر بودم، خب همینجا تقریبا اوکی بود، غیر از داونتاونش که احتمالاً ولاگش رو نگاه کردی که اونجا ماشینمون رو دزد زد و یه سری وسایل منو دزدیدن و اینا، که ما در اصل فهمیدیم نباید اصلا اونجا ماشین پارک کنیم شبا. ببین در این حد اونجا مثلا ناامنه، به خاطر اون بی خانمانه هستش که زندگی میکنن اونجا، شبا راه میافتن تو خیابون دیگه، شروع میکنن دزدی کردن. و این به نظرم خیلی نقطه منفی الی هستش یا اون اطراف که همچین چیزی وجود داره که تو انقدر امنیت نداری که ماشین تو بذاری تو خیابون. فقیر در آمریکا زیاد بود یا نه فرق میکنه دیگه. تو هر شهری میبینی آدم فقیر میبینی، آدم پولدار هم میبینی. خب به نسبت شهر با شهر هم با هم دیگه فرق میکنه. تو لس آنجلس هم همینجوری آدم میبینی، ولی خب به نسبت آدم فقیر کمتر به نظرم میبینی. یعنی اکثرا آدمایی که هستن آدمای شاد و یه درآمد خودشون رو دارن و راحت دارن زندگی میکنن. من پارسال ولاگای تایلند تو دنبال میکردم، به خاطر تو عاشق سفر شدم. ای جان عزیزم، سفر به نظرم بهترین سرمایه‌گذاری که آدم میتونه بکنه. خب من خرجی که تو این سفرم کردم خیلی زیاد بود. شاید با اون میتونستم اینجا مثلا تو آلمان یه ماشین خوب واسه خودم بگیرم اینا، ولی خب واقعا ارزشش رو داشت و چیزی هستش که تو اون سنی که شما وجود دارین دیگه ممکنه فرصتش واسهتون بعداً پیش نیاد. حالا هر کی توی شرایطی هستش، یکی تو ایران هستش، خب الان نمیتونه بره آمریکا، میتونه بره کشور اطراف بگیره. با همون پاسپورت زیقی جمهوری اسلامی هم به هر حال 4 تا کشور رو میشه رفت نگاه کرد که شما تا به اونا مشغول بشین، اونا رو ببینید چند سالی میگذره و ممکنه بعداً یه درای واسهتون باز بشه که جای بهتری هم ببینید. یکی نوچه کمی لاس وگاس که نرفتم دیگه، فرصتش پیش نیاد، چون دوست داشتم که اگه میرم اول اینکه خیلی گرم بود اون تایمی که رفتم و اینکه دوست داشتم با بچه‌ها بریم یه ذره دستجمعی بریم خوش بگذره. تک و توک بچه‌ها بهم گفتن که با هم بریم، ولی دوست داشتم که یه ولاگ خیلی باحال بگیرم. احتمالش هست تو کامنت اگه واسم بنویسین شاید من بیشتر تشویق بشم. احتمالش این هستش که واسه کریسمس اگه بشه برم وگاس، چون تو کریسمس وگاس خیلی شلوغه و کنسرت‌های ایرانی اونجا زیاد هستن و فکر کنم خیلی تایم خوبی باشه واسه که برم اونجا. پس تو کامنت ها حتما واسه من بنویسید. سلام دوست عزیز، منم نوبت سفارت دارم 1 ماه دیگه. شما به چه صورت به آمریکا رفتین؟ ویزای توریستی. در موردش اتفاقا یه ویدیو جداگانه کاملا میگیرم، مثل اون ویزای کانادایی که ویدیوشو گرفتم، چون کوتاه‌تر بود راحت‌تر گرفتم، ولی ویزای آمریکا یه ذره پیش دیگه‌اش بیشتره، واسه این وقت بیشتر میخواد. حتما در مورد اونم ویدیو میگیرم نشون میدم و من به صورت توریستی رفتم. از یونیورسال استودیو ولاگ نگرفتی؟ چرا اتفاقا گرفتم و فکر کنم یه چند روز پیش پخش شدش، ولی در کل چنل دوم واسه این راه انداختم تا اونجا بیشتر ولاگای سفرام بذارم، فقط در مورد سفر صحبت کنیم، گفتگو با ایرانی خارج از کشور داشته باشیم. فرق نمیکنه از هر قشر جامعه‌ای که هستن. تراول ویت آرش کمانگی که اسمش الان اینجا میزنم، حتما ساب داشته باشین، فراموش نکنید. بی خانمان زیاده. من توی الی بیشتر بی خانمان دیدم و الان دیدم یه ویدیو درست کردم در مورد اتفاقا بی خانمانه و اون کاملا تو اون توضیح دارم و رفتن تو دل بی خانمانه، یعنی محله هستش که فقط چادر زدن کنار خیابون بی خانمانه اونجا زندگی میکنن. اون ولاگ حتما ببینید، خیلی جالب شه و دماش خیلی خوب توضیح دارن. شهر گرونیه یا نه؟ حتما هم کدوم شهر داریم میگه، ولی کلا امریکا واسه مایی که از اروپا میایم گرونه. یه زمانی بود که یورو ارزشش خیلی بیشتر از دلار بود و اون موقع اوکی بودش، تو میرفت اونجا خرج می‌کردی. هنوزم یورو بیشتر از دلار است، ولی خب فاصلهشون خیلی کم شده، واسه همین یه ذره سخته سفر کردن. بعد پول داشته باشین واقعا، یا یک کریدیت کارت خوب داشته باشین که بتونید ازش خرج کنید. تو آمریکا خلافکار زیاد بود، نه اونجوری که فکر می‌کنید. فکر کنم شما فیلم‌های آمریکایی نگاه کردین فکر می‌کنید همش اونجوری تو هیجان و فلانه، نه. ولی خب گفتم دیگه هر محله ممکن جا اینجور چیزا هم داشته باشه. آرشان میشه شرایط مهاجرت از آلمان به امریکا رو توضیح بدی، مثل اجازه کار و شرطش؟ ببین من هنوز خودم دقیق زیاد نمیدونم، ولی پروسیجری که کردم، سوالی که کردم فهمیدم شما اگه از با پاسپورت آلمانی یا اروپایی می‌خواید برید اونجا، شما بعد یا دعوتنامه کاری داشته باشین یا یه نفر باشه شما رو اسپانسر بشه که بتونین برین اون کشور و بتونین یه ویزای کاری بگیرین که بعدا میتونین تبدیلش کنین به گرین کارت و این داستانا. این کلیت کاره. یه گرین کارت دیگه هم هستش که مخصوص هنرمندای معروف و ورزشکارا و کلا اینفلوئنسرها هستش که اونا از طریق دیگه میتونن بیان اونجا زندگی بکنن، اقامت بگیرن. قیمتا خرید کردن در آمریکا نسبت به آلمان ارزان‌تر یا گرون‌تر؟ خیلی گرون‌تره، تقریبا شاید 2 برابره. مثلا چه میدونم شما اگه مثلا یه اسپری میگیری اینجا 3 یورو، اونجا بعد تقریبا 6 7 دلار پول بدین و این خیلی بیشتره. حالا دلیلش میگم چرا اینجوریه و خیلی چیزای دیگه. مثلا هتل هم همینطور واسه من خیلی سخت بود. مثلا 3 شب اول که من تو نیویورک گرفتم تقریبا فکر کنم 850 یورو پول دادم بابت این، چون مالیاتم روش اضافه میشه دیگه، حساب پدرمون در میومد. یه فرقی هم که بین اروپا و آمریکا هست الان میخوام بگم این که قیمتا تو آلمان افتر تکس، یعنی بعد از اون تکس و مالیات هستش، ولی تو آمریکا بیفور تکس، یعنی که تو مثلا میبینی او 20 دلار چقدر قیمتش خوبه، برم اینو بخرم، بعد یهو شده 32 دلار تازه اضافه میشه. هتل هم همینجوری بود. من موقعی که داشتم اینجا چک میکردم مثلا میدم اوکی 500 یورو خیلی خوبه به قیمت من، یهو میشد 800 یورو، یعنی اون تکس و اون داستانا که من خیلی بعدش میکرد. ولی اینجا تو اروپا حداقل تو خیلی راحته که این قیمت تمام شده است. آها در مورد قیمت هتل‌ها میگفتم، شما اینجا تو همین دوسلوفی که من هستم هتل با شبی 50 یورو 60 یورو راحت میتونید پیدا کنید. هتل خیلی جمع جور اقتصادی منظورم. ولی همچین هتلی بخوای تو امریکا بگیری زیر 150 تا یا 200 تا پیدا نمی‌کنی. یعنی همین 150 200 هم هتل خیلی جالبی نیستن، خیلی گرونتر هتل اونجا. میشه بعد از سفر آمریکا بیاید شرق آسیا مثل کره یا ژاپن؟ همش اروپا آمریکا که فایده نداره. دقیقاً درست میگی، ولی خب الان تو فصل زمستون
هستین و فایده نداره من بیام تو اونجا، چون اونجا هم سرد. ژاپن و کره پلن شده دارم حتما که یه سفر ژاپن و کره جنوبی داشته باشیم. تو ذهنم هست ولی هیچ فیکس 100% نکردم، ولی فکر میکنم که شاید سال دیگه تابستون بتونم برم ژاپن و کره. آرش جان 50 یورو زدم به پیپالت، پیش ما حتما بیاد. داداش دمت گرم، مرسی که این کارو کردی. باشه واسه اون کسایی که نمیدونه همیشه زیر ویدیوام لینک های حمایت از شما از من هستش. هم از طریق پیپال میتونید منو حمایت کنید، هم طریق لینک های دیگه که گذاشتم اونجا نگاه کنید و هم طریق همین ویدیوهایی که نگاه میکنید یوتیوب. حالا بچه‌ها داخل ایران نمیگم اینو، واسه خارج از کشور یه قسمت تانکس داره که اونجا میتونید بابت هر ویدیو مثلا تشکر کنید. فرق نمیکنه، هر مبلغی که دوست داشتین حمایت کنید که بتونم سفرامو با کیفیت تر بکنم. من ترکیه پناهنده‌ام، یه راهی بگو زودتر بیام. اصلا نمیتونم چی بگم، باور کنید من وکیل این داستانا نیستم و اطلاعاتم اصلا به روز نیستم بود این داستان، واقعا اونو دیگه نمیدونم. میتونی بری کوایراکی و اینکه کی برمیگرده از آمریکا. حالا که برگشتم ولی همه اینا رو سعی میکنم که دفعه بعد برم. کازینوی وگاس هم میری یا اونجا فیلمبرداری ممنوعه؟ من اینجا که شنیدم مثل که فیلمبرداری اوکیه تو کازینوی وگاس، هر وقت رفتم فیلمشو میگیرم. هزینه یک ماه اونجا بودن چقدر در میاد؟ این قیمت خیلی میتونه متفاوت باشه. اینکه شما میخواین چجوری زندگی کنین، میخواین مثلا برین به جای که هتل بگیرین یه هاستل بگیرین، یه تخت بگیرین که مثلا خیلی ارزان‌تر بشه توی محله ارزون، بعد اینکه چه بدونم ناهار و شام بشینین کنسرو بخورین تو خونه، زیاد هزینه نکنین بیرون برین، خب خیلی فرق میکنه. یا اینکه شما برین یه هتل خوب بگیرین برین بیرون خرج کنین، قیمتو متفاوته. ولی میتونم بگم واسه یه هتل نرمال بخواید میگین 200 $250 بعد بذارین شبی کنار تقریبا. یه غذای نرمال هم که هر دفعه میخورین شاید بین 20 تا 30 دلار مثلا هزینه‌اش بشه دیگه. حالا خودتون حساب کنید که چجوری میخواین اونجا سفر کنید. در مورد بیمه خدمات درمانی آمریکا میشه ویدیو بسازیم. ببین من یه ذره این اینفورمیشن اطلاعات گرفتم از ایرانیایی که اونجا بودن، ولی سری بعد که برام سعی میکنم با یه نفر که خیلی تجربه بیشتری داشت حتما در موردش صحبت کنم. ولی اینجوری که فهمیدم بیمه خدمات درمانی آمریکا با اروپا فرق میکنه. اروپا خب چون کشور سوسیالیست هست همه بیمه یکسانی دارن، ولی تو آمریکا اینجوری نیستش که بیمه عمومی باشه، خصوصیه. یعنی شما میتونید تو بیمه نداشته باشی زندگی بکنید، ولی خب فردا پس فردا بلای سرت بیاد 10 برابر اون پول بعد شما بدید. مثلا من شنیدم اگه تو شما حالت تو خونه بد بشه یه اورژانس بیاد ببرتت، نمیدونم حداقل 3-4 هزار تا هزینه شه حداقل. ولی خب اونجا شرکت خصوصی هستن که شما میتونید با توجه به درآمدتون و اون مبلغی که دوست دارین بیمه ها رو خریداری کنید، مثل پکیج، مثل تعرفه اینترنت مونه. مثلا شما میخواید با کیفیت رو بگیرین، خب بعد بیشتر پول بدین، دروازش بعدن دیگه کمتر پول میدین و به نظرم کیفیت خدماتیش هم بالا هستش. من نیویورک رو دوست نداشتم، تو چی؟ من اتفاقا خیلی دوست داشتم. نیویورک جزو شهری هستش که یه ذره اروپایی تر هستش نسبت به بقیه جای آمریکا، چون هم مترو داره هم خیابوناش اینجوری هستش که شما میتونید پیاده روی بکنید، راه برید، اصلا احتیاج به ماشین شاید نداشته باشین. نسبت به جای دیگه آمریکا که حتما باید ماشین داشته باشین، نیویورک اصلا هم چیزی نمیخواد. من اونجا خیلی پیاده رفتم، یعنی بیشتر اینجایی که پیاده روی من کردم تو نیویورک بود. حمل و نقل عمومیش خیلی خوب بود، هر جا میرفتم میتونستم یه اتوبوس یه قطاری چیزی بگیرم جابجا بشم. ولی خب جای دیگه آمریکا هم چیزی نبودش. خیلی شهر جالبی نیویورک به نظرم و آدم دوست داره توش حداقل یه ذره زندگی کنه، ولی خب نسبت شهرهای دیگه به نظر میاد استرس روش زیاده، چون خیلی هرج و مرج و شلوغی و همه مشغول کارن، صبح میرن اینور و یه شهر شلوغیه، شهر آرومی نیستش. اگه شما دنبال شهر آروم هستی نیویورک به درد شما نمیخوره. پروسه ویزا گرفتن 0 تا 100 لطفا. اونو گفتم دیگه، یه ویدیو حتما واسش میگیرم. بچه‌ها سری سوالی که تکراری هستش من دیگه نمیخونم، یعنی دیدین سوال شما با اون کلمه نبود واسه اینکه من یه جور دیگه جوابشو دارم. اوکی؟ به نظر اگه ریسک کنیم و خونه زندگی رو سوئد بفروشیم جمع کنیم بریم آمریکاش کالیفرنیا شانس کار داریم؟ 100% اونجا کار ریخته، انقدر کار هسته شما میتونید یه جا مشغول بشین، این که مشخصه. ولی خب حالا چه نوع کاری و چه جور زندگی رو میخواین دیگه اون نمیتونم تضمینش کنم. برای بار 1000 میپرسم فلوریدا میامی ولاگ میرید؟ اونم گفتم دیگه حتما سری بعدی. چقدر حالا خرج سفر شده با پرواز هتل همه چیز؟ آخر این ویدیو حتما اونم قیمتش رو بهتون میگم. همین تازه امروز حساب کردم فهمیدم چقدر شده و گوش از کلم پرید. باور نمیشه اینقدر هزینه شده. اگه به چند سال قبل برگردی میای آلمان باز یا ترجیح میدی بری آمریکا؟ اگه من شانس جفتش رو یکسان داشتم 100% آمریکا، چون اون موقع پیشینه زبان انگلیسی هم داشتم و میتونستم انگلیسیمو خیلی زودتر تقویت کنم و بهتر بشم. ولی خب توی کشور آلمان شما مجبوری که آلمانی از اول یاد بگیری و این خودش یه پروسه دراز مدتیه که هنوزم کنوزه شما نمیتونید پرفکت صحبت کنیم، خیلی پیچیده‌تر از اون زبان انگلیسی هستش که بقیه صحبت میکنن. وقتی ادیتورا کم کاری میکنن اولین عکس العمل شما چیه؟ هیچی، میذارن دو دستی تو سر خودم. کاری نمیتونم بکنم. ولی این سری خیلی وقتا بعضی پروژه‌ها رو که میگرفتم مجبور شدم که یه ذره روشون کار کنم و سعی کنم که به بهترین کیفیت و کوالیتی که شما لایقش هستین که نگاه کنین برسونم ویدیو رو. یه تیمی دیگه با هم دیگه کار میکنیم. به هر حال بعضی موقع ممکنه که ادیتورم کار داشته باشن واسهشون مشکل پیش بیاد، ولی خب تلاشمون میکنیم دیگه همگی با هم. بگو با پاس آبی امکان ویزا گرفتن هست؟ منظورش پاس موقت هستش که تو آلمان میگیری و احتمالش خیلی کمه، ولی هیچ چیزی بعید نیست. اگه شما یه نفر اونور داشته باشین که واسه دعوتنامه بفرسته و اسپانسرتون بشه اینا، فکر کنم واسه یه سفر توریستی میتونید برید. هرچند دیروز این نفر واسه من نوشت که من با پاس قرمز، یعنی با پاس آلمانی هم ریجکت شدم از گرفتن ویزای آمریکا. میشه بری روستایی که سریال خانه کوچک تهیه شده؟ نمیدونم اصلا خانه کوچک کدوم سریال بود. لطفاً اسم هتلی که در سن دیگو بودید، اتاقای هتل دو تا دور بود و بگید که اتاقتون 4 تخته بود. مرسی. چقدر سخت نمیشه بودی. من اکثرا اسم هتل‌ها رو همیشه تا اونجا که یادمه تو ادیت همیشه اسم هتل‌ها رو زیر می‌نویسیم. یعنی شما دقت کنید زیر ویدیو همیشه آدرسش میخوره که کدوم شهر هست
هستش و اینکه اسم خود هتل رو میزنید. میشه کارت بانک اروپا رو تو آمریکا استفاده کرد؟ اگه بله از چه نوع؟ منظورم مسترکارد یا ویزا کارت. آره خب مسترکارد ویزا کارت دیگه کارت بانکی اروپا که نیست، یعنی کارت اعتباریه و کارت اعتباری کلا کارش اینه که شما تو هر جای دنیا هستین میتونید ازش استفاده بکنید. یکی از خوبی آمریکا اینه که انقدر دیگه همه چی با کارت پرداخت اوکی شده، حتی گداهاش هم دیگه کارت خون دارن. ولی خب وقتی برگشتم آلمان دوباره اینجا رفتم چند جا خرید کردم، مثلا چه می‌دونم می‌خواستم یه غذای خیابونی بخورم فلان بخورم، دیدم که همه چی فقط کشه، پول نقد می‌خواد و دوباره تلنگر بهم خورد اوه چقدر آمریکا تو این زمینه پیشروه. ولی سوئد هم مثلا تو اروپا خیلی خوبه، اونها تقریبا دستشویی هم می‌خوایم، با کارت می‌تونیم پرداخت کنیم. این سوال خیلی جالبه. یه نفر نوشته مردمش چطور بودن؟ خرجت چقدر شد؟ با دختر کاری نداشتی؟ یعنی چی با دختر کاری نداشتی؟ مثلا تو خیابون میرفتم یکی خف می‌کردم دخترا رو. یه جور میگه انگار من یک گرگی هم رفتم توی مثلا دشتی که پر از بردست، میگه با اون کاری نداشتی. تو هواداری یا چی؟ چرا جنگل نمیری؟ یه جنگل خیلی باحال هست شمال کالیفرنیا که واقعا دوست داشتم برم، تو سیاتل هم هستش خیلی خوبه، ولی این سری نشد دیگه. ان شاءالله دفعه بعد ان شاءالله. چرا اینجا نمیمانید؟ منظورش امریکاه. اینجا خیلی حس خانوادگی دارید و حس خوبی بهمون منتقل میکنین. چشم در اولین فرصت میریم. چرا ما ایرانی‌ها هر جای دنیا هم زندگی کنیم بکشیم خودمونو بریم، باز دلون آمریکاست، اونجا ارزشش داره به نظر هر کدوم از شماهایی که فرصتش داشتین یه بار برین سفر بگردین دیگه. حالا یه 2 هفته 3 هفته حداقل وقت بذارین برین تا اونجا که میتونین اون چیزی که تو ذهنتون هست رو نگاه کنین. من تو کامنت داشتم که چند نفر نوشتن که رفتیم آمریکا اصلا بهمون حال نداد، خوشمون نیومد، برگشتیم اروپا اینجا راحت تریم. بعضیا ممکنه اونجا بیشتر خوششون میاد. منم همین کارو کردم، رفتم اونجا این سری ببینم که واقعا واسه زندگی چه جوریه که دیگه تقریبا بیشتر فهمیدم. اگه بهتون حق انتخاب میدادن برای زندگی توی یکی از محله هایی که مدت اقامت داشتین کجا بود و دلیل انتخابت؟ این کلا من اورنج کانتی خیلی دوست داشتم، علاوه اینکه یه ذره خلوت‌تر بود، تمیزتر بود. اورنج کانتی پایین لس آنجلس هستش و ساحل خیلی خفنی داشت و اونجا خیلی لذت بردم و اونجا رو دوست داشتم. در کنار اون خب لس آنجلس چند تا از محله‌هاشو مثل پلای ویستا و اینا رو خیلی خوشم آمد که خیلی نوساز بود و باحال بود. بیولی هیلز هم که خب دیگه احتیاج به تعریف نداره، ولی خب دیگه قیمتاش یه چیزی دیگه فعلا به ما نمیخوره. اگه کسی پیدا کردی که قصد ازدواج داشته باشه در آمریکا، من هستم، معرفی کن. چشم عباس آقا. اونجا ناهارم به شما دادن؟ بگی نگی. یکی نمیشه تا حالا با این سبک زندگی دل چند نفر رو سوزوندی و شکستی؟ چرا باید دل کسی رو بشکنن؟ اتفاقا خیلی من وقتی مردم میبینم همه جای دنیا، تو همین آلمان مثلا، حالا آلمانی میگم که دور هستم یا اینکه کامنتی که از ایران میگیرم، خیلی هم تشکر میکنن و کلی کیف میکنن که میگن حالا ما شرایطش نداریم ولی با تو میتونیم بریم شهرها و کشورها رو بگردیم، حداقل یه تصویرسازی درستی داشته باشیم و این خودش به من خیلی حس خوبی میده. بعد این دید نگاه کرد و اینکه این میتونه خودش یه موتیویشن یا یه دونه انگیزه بشه واسه کسایی که دوست دارن این کارو انجام بدن یا سفر کنن یا اینکه چه میدونم مقصد بعدی زندگیشون انتخاب کنن. از این دید مثبتش به نظر نگاه کنیم خیلی قشنگ‌تره. فقط اینو میتونم بگم که شبا به سختی به یوتیوب بس میشم، به تلویزیون با خانواده برنامه‌هاتو می‌بینیم. ای جان لطف داری. من خیلی کامنت میگم و از مردم میشنم که همه خانوادگی میشینن شبا یا حالا روزا فرق نمی‌کنه، میشنن ویدیوها رو نگاه میکنن، ولاگا رو نگاه میکنن و کل انرژی مثبت ازتون میگیرم. دمتون گرم. یکی نمیشه آقا آرش ویزای دبی رو با پاس ایرانی از کجا بگیرم؟ از آلمان. من درست نمیدونم ولی فکر کنم پاس ایرانی اصلا ویزای دبی نمیخواد از آلمان، یعنی تو فقط میری تو پاسپورتت مهر میزنن تموم میشه. یکی از دوستام اینجوری رفت بود واسه اون دارم بهتون میگم. فرق بین پناهندگی آلمان و امریکا چجوریه؟ چیزی که من فهمیدم آلمان پناهندگیش به مراتب خیلی بهتر و راحت‌تر نسبت به امریکا. آمریکا حتی اینکه شما رو بپذیره هیچ کمک هزینه به اون صورت بهتون نمیده و شما بعد خودتون برین از همون روز اولش کار کنین و درآمد داشته باشین. ولی تو آلمان یه ذره فرق میکنه و اگه شما قبول بشی اینجا بهتون کمک هزینه اولیه رو میدن واسه اینکه سر پا بشین و وارد بازار کار بشین. اینم فرقش. ایرانیای آمریکا مثل ایرانیای اروپا اصلا فراری هستن. ببین نمیتونم بگم آره یا نه، ولی به نظرم ایرانیای آمریکا خیلی ریلکس ترن و خیلی مهربون ترن و خیلی خودمونی ترن. راحت‌تر با هم دوست میشن، آشنا میشن، با هم دیگه هنگات میکنن، این ور اون ور میرن. ولی ایرانی آلمان یه ذره نمیدونم گارد دارن نسبت به هم دیگه. البته بعد از این قضیه زن زندگی آزادی و انقلاب مهسا امینی خیلی دلا به هم دیگه نزدیک شد. ایرانی‌ها با هم دیگه خیلی بهتر شدن، ولی در کل بخوام مقایسه کنم اون با ایرانی‌ها خیلی ریلکس تر و خیلی اوکی ترن. بازم اون برام داستانایی هست نمیگم نیست اصلا، ولی خب به نسبت آرش بیشتر درباره نوع پیشرفتش بگو. تجربه آدم‌ها چی بوده در مورد این؟ مثلا نسبت به آلمان یا کلا اروپا حقوق و مالیات‌ها چطوره؟ مالیات‌ها به نظرم به نسبت آلمان خب جایی که هستم اینم کمتره در کل. حالا چیزی که میخوام بگم برمیگرده به اونجا که قیمتا رو پوستیم چرا گرونتره. ببین درسته که اونجا قیمتا گرونتره ولی به نسبت درآمدم بالاتره. مثلا میگم کسی که اینجا کار کفاشی داشته باشه مثلا 2000 یورو نتو یعنی خالص درآمد داشته باشه، همین کارو بره اونجا بکنه ممکنه بشه 10000 تا 15000 تا. اینقدر فرق میکنه. یعنی یه جور درآمدزایی اونجا خیلی راحت‌تر است نسبت به اینجا، واسه همین خب خرجام بالاتره. یعنی به نسبت خرج بالا حقوقم خیلی بالاتره. یا مثلا آدما اینو جواب بدن که اروپا واسه
اوضاعشون بهتره یا آمریکا واسه پیشرفت اینا. ولی به نظر من امریکا و کانادا در کل واسه پیشرفت خیلی هموارتر نسبت به آلمان. نمیگم آلمان اصلا نیست، هست، ولی اونور هموارتره. سلام آقا رشی، ولاگ مخصوص ماشینای آمریکایی چرا نمیگیری؟ تو یک از این ولاگ‌ها اتفاقا توی آریزونا هنوز بودیم، نه داشتیم میرفتیم سمت کالیفرنیا، یه نمایشگاه بود ماشین کلاسیک آمریکایی که اون زمانش ویدیو گرفتم، خیلی باحال بود. ولی بازم حتما میرم سراغش. اگه برم اونجا زندگی کنم چند تا از اون ماشینای باحال آمریکایی میگیرم تست میکنم که اضافه بشه به این کلکشن. نمیخوای شرق آمریکا مثلا کنتاکی بیای فقط پیش ثروتمندا میری؟ ما شرق کوچولوها دل نداریم. حتما من همه شهر رو دوست دارم ببینم، ولی فعلا دنبال اون چیزایی رفتم که فکر می‌کردم که جذاب تره. دیگه الان سوالا خیلی یواش یواش تکراری میشه، این که مثلا میخوام اونجا بمونی یا نه و هزینه و اینا رو بگو که خیلی گفتم. گروه تلگرامی تو راه میندازی؟ نمیدونم الان بچهای ایران با تلگرام یا با شما که خارج کشور هستین با تلگرام راحت ترین. من قبلا گروه تلگرامی داشتم که ویدیوهایی که میذاشتم به محض اینکه آپلود میشد تو اون گروه هم پخش میشد و اونایی که اونجا بودن مطلع میشدن که ویدیو جدید گذاشتم. اگه فکر میکنین که واقعا اون جواب میده که این کارو بکنم، یه گروه هم تو خود اینستاگرام راه انداختم. یعنی شما صفحه اول اینستاگرام من که برین اونجا زیر عکسم میتونین کلیک کنین و اون قسمت هم با هم میتونیم گفتگو و تعامل داشته باشیم. ولی واسم بنویسین اگه فکر میکنین خیلی جواب میده و خیلی به کار میاد، حتما این کارو میکنم. چرا که نه؟ چرا فقط 5 6 روز نیویورک موندید؟ واسه اینکه خیلی گرون بود همه چی و اینکه خب دیگه من تقریبا چیزی که بعد میدیدم و دیدم دیگه، تموم شد. می‌خواستم برم سراغ مرحله بعدی. این سوال جالبه، از اینکه مجبور نیستی برای هر کاری فیلتر شکن وصل کنی چه حسی داری و اینکه بدون فیلتر تو اینترنت چه کارا می‌کنی. برای شما چند سالته دیگه مثلا نمیشی؟ مگه اینجا تو آلمان محدودیت وجود داره که مثلا اونجا رفتم بگم واو چه اتفاقی افتاده؟ قصد مهاجرت دائم به امریکا رو داری؟ من ساکن فرانسه هستم، ممنون میشم پاسخ بدی. والا ربطش نفهمیدم که شما ساکن فرانسه هستی چه ربطی داره به این سواله، ولی آره سوال برای زنت دادن. نه زنم ندادن. راحت ترین کار واسه گرفتن گرین کارت آمریکا چراییه؟ ازدواج یا لاتاری. یکی نمیشه سوالی ندارم، ولی پیشنهادم اینه که تا آمریکا هستی داماد شو و اینکه در آینده نزدیک سفر کره جنوبی هم برو. تا آمریکا هستم دوماد شم. چرا از این آمریکا چیه که بعد دقیقاً همونجا دوماد شم یا زنم بدن؟ این سوالا میپرسیم از وقت شما خوش از کلام میپره. خب تقریبا سوالی که بعد جواب میدم دادم. حالا میریم سراغ هزینه‌ای که من این سفر داشتم. ببینید بابت این 4 ماه، حالا من کانادا رو نمیتونم جدا کنم، کلا این 4 ماهی که سفر بودم 3 ماه و 10 روز امریکا و بقیه‌اش هم توی کانادا. خب من همیشه تو هتل نبودم، خیلی وقت خونه دوستا رفتم، بچه‌ها رفتم. یه روز بوده، 2 روز بوده، یه هفته بوده خونه بچه‌ها بودم. واسه همین هزینه‌ام باز یه ذره پایین‌تر اومد. اگه می‌خواستم فقط تو هتل برم که دیگه واقعا بعد زودتر برمیگشتم، دیگه هزینه‌ها خیلی بالا میشد. ولی در کل حساب بانکیمو که نگاه کردم، کریدیت کارتمو که نگاه کردم، یه حساب سرانگوشی که کردم، چیزی در حدود 14800 یورو من این سری بابت این سفر هزینه کردم که خودم باورم نمیشه. به نظرتون واقعیه یا کیکه؟ ولی ارزششو داشت. کاری بود که دوست داشتم انجام بدم. نداریم تو یوتیوبر فارسی کسی که مثلا این هزینه‌ای بکنه و بره یه جا مثل امریکا که انقدر گرون هستشو بگرده واسهتون ولاگ بگیره و دوست داشتم این کارو من انجام بدم و بازم انجام میدم. طبیعتا خب ولاگا خیلی نسبت به ویدیو ریاکشن ویدیو کمتری میخوره که این یه ذره دلسرد کننده است، ولی فکر میکنم داره یواش یواش این فرهنگ جا میفته بین مردم که بشینن ویدیو سفری هم نگاه کنن و کلی چیز یاد بگیرن در کنار اون ویدیو خنده‌دار. و امیدوارم که شما هم بیشتر حمایت کنین تا بتونم که حداقل هزینه سفرمو در بیارم و بتونم که سفرهای هیجان انگیزتر و متفاوت‌تری داشته باشم. اگه چه میدونم درآمدها بالاتر، خب اون موقع به جای هاستل رفتن میرم یه هتل خیلی خفنی اونجا ویدیو میگیرم که شما هم ببینید یا یه کارهای عجیب غریب‌تر میکنم. ولی خب چون هزینه محدوده، قدرت مانورم خیلی زیاد نیست. هرچند این 4800 هم خیلی پولی نمیتونه باشه. ممکنه واسه بعضی پول یه هفته سفرشون باشه به یه جایی، به اسپانیا یه جایی. قیش آدمو با هم دیگه فرق میکنه. ولی خب به تومانی که تبدیلش کنی که اصلا دیگه اون فاجعه است، اصلا اون قسمت حساب نکنی. من فکر میکنم که واسه این 4 ماه این مبلغ خیلی قیمت خوبی بوده. من تا اونجا که تونستم سعی کردم که خیلی اضافه خرج نکنم و همین چیزی درست خرج کنم که نهایتش شد همین قیمتی که الان گفتم. خب حالا بریم در مورد فرق بین آلمان و امریکا. خیلیاش الان تو همین سوال جواب بهتون گفتم. ببین در کل بخوام بگم مردم امریکا نسبت مردم آلمان خیلی مردم بازتر، شادتر و خودمونی تری هستن. باشون بهتر میشه ارتباط برقرار کرد. این یه موردی که خیلی مهم بود. دومین چیز آب و هوای شهر. اصلا بعد میگفتم اولین چیز، چون که خیلی تاثیر داره. یکی از مهمترین نکاتی که آدم باید تو مهاجرت به نظرم دقت کنه آب و هوایی که شاید خیلی از ما بهش دقت نکردیم، چون تو دراز مدت یه تاثیر تو روحیه ما میذاره که خودمون اصلا خبردار نیستیم. مثل من که تو آلمان چند وقتی مثلا دپرس میشدم که اصلا متوجه نمیشدم، ولی خاصیت این آب و هوا همینه که شما دپرس میشین. واسه همین من از مردمش هیچ موقع ایراد نمیگیرم. مردم آلمان نمیتونم بگم مردم سرد و خشکی هستن، نه، اونا فرهنگ خودشونو دارن و اتفاقا اگه باشون رفیق بشی خیلی آدمای باحالی هستن و حداقل میدونی که خیلی رو راست هستن. باز البته بماند همینجوره آدم شما تو پیدا میکنین، مخصوصا اینه که سر کار هستن احتمالاً خیلی مشکلات داشتن با آلمانیا، حالا بابت اتفاقایی که اونجا افتاده سراغ اون جزئیات نمیریم. ولی در کل مردم امریکا مخصوصا ایرانیاش خیلی مردم شادتر و اکتیوتر و
گشاده روتری هستن اصطلاحا. در مورد کاستومر سرویس هم بعد بگم دیگه، مثلا اینجا شما تو آلمان شما میری فروشگاه خرید میکنی، برنامه سلام میکنی، همدیگه‌ش اصلا نگاه نکنی، هر چی خریدی میذاری تو سبد تو، کلا خداحافظ و رفتم. ولی اولین باری که خیلی واسم یه چیزی خیلی جالب بود، این نکته رو باید بگم که وارد فروشگاه شدم، طرف گفت های هاو آر یو، مثلا حالمو پرسید، یه لحظه من شوک شدم، چرا حالمو داری میپرسه، به تو چه اصلا؟ میدونی یه همچین حسی داشتم که هیچ موقع اینور هم چیزی ندیده بودم. و اونور آدمایی که کار میکنن تو فروشگاه و رستوران اینا، حالا چه از سر اجبار که کارن بعضیا یا اینکه واقعا اینجوری هستن، و خیلی حس بهتری ببینم و کلا تجربه خرید کردن اونجا خیلی دلپذیرتر هستش. در مورد هزینه هم گفتم، به نظرم هیچ فرقی نمیکنه اینجا با اونجا. اینجا هزینه پایینتره و خب حقوق هم پایینتره، اونور هزینه بالاتر، حقوق بالاتر. واسه همین اگه اونجا کار کنی، شما درآمد تو آمریکا داشته باشی، اگه بیای تو اروپا، الان با این نسبت دلار یورو دارم میگم، میتونی خب خیلی بهتر خرج کنی و ایزای لاکچری‌تر خرج کنی. ولی ما میریم اونجا از اروپا به آمریکا، یه ذره بعد مراقب باشی که دو تا 4 تا کنی که ورشکست نشی. در مورد بیمه هم گفتم، خب اینجا آلمان کشور سوسیالیست، بیمه‌اش مشخصه چیه، خیلی هم ترجیح میدن که همچین سبک زندگی داشته باشن. ولی در کل چیزی که بخوام بگم، ببین با توجه به خدمات بیمه درمانی داستانی که هستش، من آمریکا رو به زندگی 100% ترجیح میدم، واسه اینکه اونجا مسیر پیشرفت خیلی هموارتره و خیلی آدم میتونه راحت‌تر به اون چیزی که تو ذهنش هست برسه. ببین آلمان خوبه، خیلی خوبه، اینجا هم پیشرفت میتونه میکنه، اینجا هم میلیونر داریم، ایرانی داریم که انقدر موفق بوده که الان خود لامبورگینیش مثلا چند میلیون یورو هستش. اینجا هم میشه درآمد خوب داشت، ولی سخت‌تره در کل. در کنار اون آب و هوا هم بذارین کنار، من ترجیح میدم یه جایی باشم که خوش آب و هوا باشه، بیشتر لذت ببرم، در کنارش هم کار کنم، و ترجیح نمیدم که اینجا مثلا تو آلمان تو این هوایی که زیاد دوست ندارم چند برابر داشته باشم. اینو ترجیح نمیدم. من چیزی که بچه‌ها دوستان میگم، این زحمتی که من تو این 8 9 10 سال کشیدم، حالا یه مقدارش یوتیوب، بقیه‌اش هم چیزای دیگه بوده، اگه این کارو تو امریکا انجام میدادم، مطمئنا الان تو امریکا حداقل اولین خونه‌مو خریده بودم و خیلی جلوتر بودم نسبت به این چیزی که الان تو آلمان هستم. من تو کامنتایی که هنوز تو یوتیوب میگیرم، خیلی‌ها میگن که مثلا ما اروپا رو بیشتر دوست داریم، خیلی‌ها میگن ما آمریکا رو دوست داریم. یعنی اصلا نمیشه بگی کجا در من بهتره، هر کی با توجه به اون شرایط خودش بعد نگاه کنه کجا بهتره. ولی من فکر می‌کنم در کل آلمان به خاطر اون سوسیال بودنش، به درد زندگی کارمندی، زندگی سیف و یه آب باریکو اینا خیلی بهتر می‌خوره. یعنی شما اینجا کارمند باشی، همه چیز برای خونه‌تو میتونی بگیری، ماشینتو یواش یواش میتونی بگیری، نه همون سال اولا، در دراز مدت میتونی همین کارا انجام بدی، خرج خودت هم داشته باشی. ولی تو امریکا یه ذره بیشتر شبیه ایرانه، شما میتونی خیلی زودتر پیشرفت کنی و اون طرف هم اگه پول نشه باشی، حمایت دولتی اینا خیلی ازت کمتره. یعنی بعد خودت دیگه بتونی حساب کنی دیگه این ریسکو می‌خوای بکنی یا نه. که من تو این سن دوست دارم این ریسکو بکنم و هیچ مشکلی بابتش ندارم، ولی خب اینجا واسه کسایی که میخوان کارمندی کار کنن اینا خیلی بهتره. در مورد امنیت هم بخوام بگم، خب اونجا تو امریکا قانون آزادی اسلحه هستش، اینجا نیستش. البته خب اونجا هم ایالت به ایالت فرق میکنه، مثلا تو تگزاس و آریزونا شما راحت اگه مجوز داشته باشی اسلحه رو میبندی تو خیابون میری، ولی خب تو مثلا کالیفرنیا دیگه اینجوری نیست، راحت اسلحه بندازی بری بیرون. بذار اونجا سختگیرتر هستن. ولی خب من اون چند وقتی که اونجا بودم چیز خاصی ندیدم، مثلا بگم به خاطر اون اسلحه داشتن، تیراندازی و فلان اینا مثلا خیلی ناامن بود. اینجوری نیستش که مثلا هر کی اسلحه جیبش در میره شروع کنه شلیک کردن. هرچند در مورد این با یکی از دوستان تو آریزونا در مورد قانون آزادی اسلحه صحبت کردیم کاملا و دوستمون خیلی خوب همه چی رو توضیح داد. حتما اون ویدیو رو تو کانال دومم برید نگاه کنین که خیلی در موردش فکر کنم 40 دقیقه صحبت کردیم. نکات اصلی اونجا میگیم که من اینجا تکرارشون نمیکنم. آره این بود از سوال جواب سفر امریکا. دیگه سعی کنم به همه سوالاتون جواب بدم. فکر نمیکنم دیگه چیزی از قلم افتاده باشه. اگه چیزی بوده حتما تو قسمت کامنت ها بنویسین، اگه من ببینم باز دوباره اونجا هم جواب میدم و میتونیم در موردش حتی بحث هم بکنیم. تا ویدیو بعدی، سفر بعدی، حسابی مراقب خودتون باشین. خدافظ.